ناصر بولیده‌ای رئیس سازمان ملت‌ها و اقلیت‌های بدون نمایندگی و سخنگوی حزب مردم بلوچستان در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا میگوید که پس از حدود 40 روز اعتصاب غذای ملک رئیسی در همبستگی با اعتراضات مردم در ایران شکسته شده است، اما فشارهای روحی و روانی متوقف نشده است. وضعیت روحی کلی اون با توجه به اینکه این اعتصاب غذای طولانی رو داشته فعلا خوب نیست و بعد از همین که اعتصاب غذاش رو ترک کرده و به دلیل همبستگی با مردم ایران و با توجه به اقداماتی که در ایران مردم داشتن انجام میدادن، ولی بعد از اون هم توجهی به وضعیت کلی ایشان نشده. یعنی یکی از مهمترین خواسته های آقای ملک رئیسی این بوده که بتونه به چابهار اونو بازگردونن، جایی که بتونه با خانوادهش ملاقات داشته باشه و یا حداقل در وضعیت بهتری قرار بگیره. ولی متاسفانه این کار که نشده، هیچی بعد از این که اعتصاب غذاش هم شکسته هیچ گونه ارتباطی با خانوادهش نتونسته برقرار کنه. یعنی نه مادر، نه پدر و نه برادر کسی نتونسته باهاش تماس تلفنی بگیره و در غیر این صورت خب این شکلی که برای خانواده که در چابهار زندگی میکنن رفتن به اردبیل برای مثلا ملاقات هم خرج داره و هم وقت میخواد و همچنین موقعیتی برای اونا فراهم نیست. تصریح میکنم که آقای ملک رئیسی در 15 سالگی دستگیر شده و همینک 24 سال دارد. اما به گفته آقای بولیده‌ای مقامات زندان و امنیتی از ملک رئیسی همچنان سوالاتی میپرسند که او پاسخی برای آنها ندارد و نمیداند چرا 9 سال را در زندان سپری کرده است. آقای بولیده‌ای میگوید که تغییر مکان زندان او از اردبیل به چابهار و اجازه ملاقات با خانواده‌اش حداقل درخواست‌های او و بستگانش است.